به دهن حسین قدیری خیلی خوش اومدی دوست گلم. اسمت چیه؟ فرقی نمیکنه اسمم چیه داداشی. چیزی که واقعا مهمه بسته یه که با خودم آوردم. کپسایسین داغ عزیزم. آتیش بگیر. یا خدا همه جا رو آتیش گرفتن، همه جا میسوزه. ده فرار. وضعیت خیلی اضطراریه. آتیش دهن گرفته، میگم دهن آتیش گرفته. یا پروردگار آسمان و زمین. از مغز به دماغ، از مغز به دماغ. آب بینی چیزی دم دستت داری؟ الان که ندارم ولی اگه بخوای میتونم تولید کنم. باشه هر چقدر در توانت آب بینی تولید کن. باید همین الان آتیش خاموش کنیم. حل چشات داداش. آهای چشم، باید همین الان مثل بچه ها گریه کنی. بله قربان. اصلا چیزی مونده تو مخازنمون که بخوایم اشک بریزیم؟ مخزنمون پر قربان. عده های عرق صورت وقتشه وحشی بشی. باید جوری عرق بریزیم که انگار فردایی وجود نداره، دمای بدن هی داره بالاتر میره. قربان اطاعت قربان. مأموریت در حال انجامه. یکی کمکم کنه، خروجی من مسدود شده. یالا بچه ها، آب دماغ بیشتر، اشک بیشتر، عرق بیشتر. دهن حسین قدیری داره میسوزه. آهای خوشگله. شنیدم بابت یه ماجقاق کاقی خیلی استقص دارین درسته؟ آره دقیقاً داداش. یه دیوونه اونجا آتیش رو انداخته و کلی شلوغی درست کرده. آقوم باش بقادق میگذاقه. الان یه ماساژ بهت میدم تا استقصت کم بشه رفیق. وای عالیه رفیق، واقعا ممنونم، جدی میگم ممنونم. خیلی خوبه لامصب. درست همون لحظات 1 2 3 4 راهی نمونده واسه فرار. بعد از چند سوال خب بالاخره به آخر راه رسیدیم. 1 کبریت بیشتر نمونده، ولی من با آتیش اومدم، فقطم با آتیش میرم. کپسایسین تا ابد عزیزم.